دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به میزبانی عمان روز شنبه در رم برگزار شد تا امیدها درباره توافق ایران و آمریکا بیشتر شود. خاصه آن که بنابر گفته عباس عراقچی وزیر امور خارجه، مذاکرات در سطح کارشناسی از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد و سیگنال‌های مثبتی به بازار ارز داده شده است. کوتاه شدن فاصله روزهای مذاکرات بیانگر این واقعیت است که هر دو طرف تمایل دارند تا نگرانی‌ها درباره مسائل هسته‌ای برطرف شود و ایران هم به دنبال برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه است. به تأکید کرد می‌توان این موضوع را به فال نیک گرفت که هر دو طرف به اهمیت موضوع پی بردند با توجه به اظهارات دونالد ترامپ درباره تمرکز روی سلاح هسته‌ای و اگر مذاکرات در چارچوب هسته‌ای از ناحیه آمریکا مورد تأکید قرار بگیرد به خوبی جلو خواهد رفت و می‌تواند آینده درخشانی داشته باشد. ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و اگر سوء تفاهم‌ها برطرف شود به نقاط خوبی خواهیم رسید. تحریم‌های ظالمانه و غیرعادلانه مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است. از سوی دیگر ترامپ درگیر مسائل مختلفی در سطح جهانی چون بحران اوکراین، جنگ غزه و جنگ تعرفه‌ها است. طبیعتاً ترامپ تمایل دارد هرچه زودتر مشکل ایران و مسائل هسته‌ای را حل کند. با توجه به این واقعیت‌ها می‌توان امید داشت تا کارها با سرعت بیشتری جلو برود.